سلام. چطوری؟ سلام. چه خبر؟ هیچی دیگه. توه دارن ازش میپرسن دیگه، بازجویی میکنن ازش. زنگ زدن این محموده هم بیاد. اون دختره چی؟ هدیه. چجوری باهاش آشنا شدی؟ والا یه دفعه من توی کمی مهمونی‌ها تو لواسون ما داشتیم کار اجرا می‌کردیم اونجا. ایشون مهمونی که تموم شد اومد به من گفتش که من دوست دارم تو عروسیم بخون. فکر کنم از صدام خوشش اومد، هم قبول کردم دیگه. پخش کلیپ معلوم نشد کار کی بوده؟ اون کلیپو من واسه ماهواره فرستادم. برای چی این کار کردی؟ به جناب سروان توضیح دادم. توضیح دادی؟ پدر ما رو در آوردی. این همه آدمو اسیر و عبیر خودت کردی. الان میگی من توضیح دادم؟ آقا من خودمون از آقا شاکیم. شما میتونی شکایت کنی. اما این بنده خدا مثل شما قربانیه. منم از ایشون شکایت کرده بودم. ولی بعد شکایتمو پس گرفتم. 2 تا خبر دارم. حتما یکیش بده یکیش بدتر. دایی خوبه رو بدون. دایی داره زن میگیره. اخ جونم مامان دایی میخواد زن بگیره. بعد چی میخندی؟ خب خبر دوم چه؟ زنمو میشناسی؟ دورسا که نیست. دورسا که آره. این ماشین خانم برازنده است. سویچش دست شما چیکار میکنه؟ من برادرشون هستم. ببخشید من یکم سرما خوردم. سرما خورده. اصلا از سر و وضعت معلومه بدجوری سرما خورده. از این خانم واحد شماره 9 خبر ندارین؟ خانم برازنده؟ بله هرچی در میزنم جواب نمیده. حالا هم 2 روز پیش که دیدمشون شما هم تو پارکینگ بودین، از همون شب بعد دیگه خبر ندارم. راستی حالت بهتره آقا؟ منو تو پارکینگ دیدی؟ من تا حالا اصلا تو پارکینگ اینجا نرفتم. آقا خودتونین دیگه، یه شال بسته بودین رو صورتتون، چشای رنگیتون همون آقا. به خدا پولت حاضره. 110 میلیون نقد. کجا واسه بیارم؟ میام شرکت. این شرکت چیکار کنی؟ اینجا محل کار منه. بگو. اینم کاره دیگه. یادت نره به بچه‌ام بگی بیان. میخوام همشون اونجا باشن. هر کی دوست داری خودت زنگ بزن بیاد. سهیل فهمیدی چی گفتم؟ بچه‌ها همشون باشن. پگاه زنگ زن. خب میخواد بیاد اینجا. میترسم دیوونه بازی در بیاره. تو چرا اینجا باش قرار گذاشتی؟ من قرار نذاشتم که اصرار داره بیاد اینجا. خیلی خوب من زنگ میزنم ریحانه بیاد. اتفاقی افتاد اونم پسش برمیاد. خندی و خندت مثل اون اولا نیست. اینجایی اما فکرت اصلا این جهانیست. جوری غریبی میکنی با من که انگار حتی قیافم واسه تو آشنا نیست. حتی قیافم واسه تو آشنا نیست. که تو رو از دست بدم کابوس من بود. آغوش آروم تو خیاروس من بود. تو تا همیشه توی قلبم موندگاری. واسه پشیمونی همیشه وقت داری. که تو رو از دست بدم کابوس من بود. آغوش آروم تو خیاروس من بود. تموم لحظه های بی تو ناتمومه. تصویر خنده هات همیشه رو به رومه.
کسی که بین ما ها رو به هم زد حالا دیگه هیچی میون ما دوتا نیست. من دست و پامو توی عشقت بستم و اون حتما مثل من توی عشق بی دست و پا نیست. هر روز میگم با خودم مردم براش تا بعدا نپرسم از خودم هر روز چرا نیست. این که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو یاروس من بود. تو تا همیشه توی قلبم موندگاری واسه پشیمونی همیشه وقت داری. که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو یاروس من بود. تموم لحظه های بی تو ناتمومه، تصویر خنده هات همیشه رو به رومه. سلام. چطوری پگاه جون، خوبی؟ سلام. با این حال کاش میگفتی بیام دنبالت. کدوم حال؟ حالم بده مگه؟ خوب نیستم. چرا دیگه، عالیه. بیا بشین پگاه جون. من میگم پاشیم دست جمعی بریم خونه ما، یه شامی چیزی درست میکنم، حرفامونم اونجا میزنیم دیگه. نه؟ داره خوبه. من دیگه فکر نمیکنم که حرفی با سهیل داشته باشم بزنم. تو الان معطل چی؟ برای چی واسه داری من نگاه میکنی؟ مگه نگفتی مهریه میدیم؟ برو بیار دیگه. قرارمون این بود که محضر قانونی، ولی خب حالا اشکال نداره. بچه ها اینجا شاهدن. این پول اینم رسید لازم. بیا. نمیخوای هنوزم بگی پولا رو از کجا آوردی؟ فرقش چیه؟ گفتم که قرض کردم از یه دوست. از یکی از دوستان؟ چه دوست پولداری؟ چه دوست با معرفتی؟ اون وقت این دوستای با مرام من کدومتون پول آوردین اینجا که شوهر من طلاق بده؟ آقای پیمان. نه با من کسی پول ندارم بگو جون. درسا جون شما پول دادی؟ ریحان جون شما چی؟ شما پول آوردی من طلاق بگیرم؟ عزیزم. رضا جون. پگاه جون اومدیم بشینیم حرف بزنیم. حرف بزنیم. یکی غیر از این بچه هاست. آفرین. چه دوست پول داری؟ من اصلا نمیتونم باور کنم یکی به تو اینقدر اعتماد کرده باشه که 110 میلیون تومان پول بهت قرض بده. حتما خیلی خاطر تو میخواسته.
ولی پول زیادیه ها. 110 میلیون تومان خیلی پوله. میدونین چند سال تو باید کار کنی تا بتونی این پولش برگردونی؟ نمیدونی فکر کنم. چیکار می‌کنی پگاه جون؟ یعنی چه کاری داری انجام میدی؟ پگاه خانم چیکار می‌خوای بکنی؟ چیکار می‌خوای بکنی؟ حرف بزن. رضا جون زندگیمه، خودم میدونم باید چیکار کنم. خواهش میکنم. نه میگم این یهو واقعا جدی گرگ پیمان بسه. خودم میدونم دارم چیکار میکنم. زندگی منه، من میدونم دارم چیکار میکنم. اینقدر هی دخالت نکن. فقط تو میتونی از من خواهش کنی که من اینا رو آتیش نزنم. پول مگه نمیخوای؟ بیا ورشون دار. چرا برشون نمیداری؟ میخوای بذاری من آتیششون بزنم؟ بیا دیگه، تو که پول دوست داری. دیگه نمیخواد آویزون کسی بشی واسه پول. آقا برو دیگه. پیمان آخه شما دخالت نکن. آتیش داره واقعا میزنه. نمیدونم. بگو غلط کردم. بگی غلط کردم، اینا رو آتیش نمیزنم. نگی میزنم. یعنی چی؟ میسوزونمشون. آتیش بزن. سهیل من زندگی تو آتیش میزنم. گفتم آتیش بزن. این چه کاری آخه؟ بگاه. چرا این کارو میکنی؟ نکن پیمان. آخه کجا میخوای بدی؟ میرم یه هوایی بخورم. متاسفم که نمیتونم کمکت کنم. اوکیه. اوه اینا روانی هم. اینا دارن بستری شدن زن شوهر دیوونا. من میگم اگه یه کسی میخواد تلافی کنه سر شوهره چرا این کار رو انجام میده؟ آقا اسید بریزه تو غذاش بکشه که گور به گوری رو. پولو چیکار داره؟ ولش کن عزیزم. زشت کارمندا میبینن قصه میشه. من درستش میکنم. ولش کن. اون الان مسئلهش اینه که کی این پولو داده به سهیل. هر کی؟ تو نمیدونی کی داده؟ من کجا بدونم بابا؟ اینا رو جمع کن تو رو خدا. چه حال میده با ترابل داره روشن هستی؟ زنگ میزنی آژانس برای من؟ فریسا یه زنگ بزن آژانس بیاد. اینجوری که خودم هم بلدم. آره دیگه راه دوره، ما اینجوری صدا میزنیم. دیوونه ای به خدا، دیوونه. گند گرفته. پیمان. بله. این ماجرای خواستگاری رو یه خورده عقب بنداز. یعنی چی بچی؟ واسه چی نمیبینی چه وضعیه؟ اتفاقا رو نمیبینی؟ یه دیوونه اومده یه پولی رو آتیش داده، من باید خواستگاری رو بندازم عقب. چرا؟ قربونت برم، این دختر خاله اونه. اینا رو هم دیگه تاثیر میذارن، چیک و پوکشون با همه. هیچ کدومشون مشاعر درست حسابی ندارن. همون حرفای رضا رو داری دوباره به من تحویل میدی. اینا رو که گفتیم منم جواب دادم دیگه، چرا یه حرفای تکراری میزنی؟ نمیبینی وضعیت سهیلو؟ خب من دلم نمیخواد آخر عاقبت تو اون شکلی بشه. 4 روز دیگه بخواد پولشو بزنه تو سر تو، هر دومون شرمنده میشیم. ریحانه نمیخوام بیای، دست در نکنه. بهت دارم میگم من عاشق دختره شدم.
تو من میگی بذار فکر کنی. نمیخواد، دست در نکنه. مادر درست حسابی که ندارم، پدرم هم که هیچی، شما هم هیچی. اینم تو هم میری توی همون جزء دیگه هستی. نه خودم تنها میرم. دست در نکن. نگاش کن حالا وزه رو چی کار میکنه با دل آدم. باشه چشم میام، من که رو حرف تو حرف نمیزنم. چطوری دور سوالت خوبه؟ چه به موقع اومدی هم الان ذکر خیرت بود. چقدر داشت ازت ریحانه تعریف میکرد. رفت بگاه تا برسم بهش سوار ماشین شد. هرچند موبایلشو میگیرم خاموش کرده. من گفتم برام آژانس بگیرن که برم. تو هم یه آژانس دیگه گرفتی. خب تو به آژانس اون برو، من دورسا رو میرسونم دیگه. برای چی؟ نه باشه پریسا یکیشو کنسل کن، آژانسا رو یکیشو کنسل بکنه. تو با من بیا بریم. خدافظ. دیدی چی شد؟ پول آتیش زدم. بشین. احساس میکنم ریحانه جون حساب من سرد شده. سرد شده؟ چرا نمیگی؟ اگه منظورت امروزه که خب اوضاع خیلی خراب بود دیگه، دنبال روابط گرم میگردی اون وسط تو؟ نه خب اومدم داخل اتاق حرفاشو شنیدم. داشت منو با پگاه مقایسه میکرد. فالگوش واسطه بود؟ فالگوش وای نستادم، داشتم میومدم تو اتاق، اونم داشت صحبت میکرد، من شنیدم. منو با پگاه مقایسه میکرد. آره تو رو داشت با پگاه مقایسه میکرد. حالا ما که قرار نیست جدی زن و شوهر باشیم و بعد بیفتیم به روابط فامیلی و رفت آمد و اینا. برای ریحانه هم با تو سرد باشه. چه اهمیتی داره؟ چی میگفتی؟ عاشقش شدم و دارم بهش وابسته میشم. همه هم شنیدی؟ دریوری گفتی. آره دریوری. خوبه. نقشت خوب بازی میکنه. آره خوب بازی میکنه. شما برای پیگیری کارتون باز تشریف ببرید دادسرا. میترسم اتفاقی براش افتاده باشه. الان یه مدتی ازش خبری نیست. موبایلش هم جواب نمیده. هر جایی هم که فکر میکردم ممکنه رفته باشه رفتم، ولی کسی ازش خبری نداشت. اصلا مثل که آب شده رفته تو زمین. مگه نمیگید به پدرتون گفته که میخوام از این شهر برم؟ بله، ولی هنوز وسایلش و چمدونش تو خونه است. بدون اونا که نمیشه. خواهر شما متأهله؟ نه خیر، مطلقه است. یه چند وقتی جدا شدن. از همسر سابقشون سراغ ایشونو گرفتین؟ من این آقا رو نمیشناسم. چطور میشه یه برادر شوهر خواهرشو نشناسه؟ بالا داستانش مفصله. من واقعیتش خودم یه چند هفته میدونم یه خواهر دارم. به هر حال شما یه سری مدارک لازم دارید. یه عکس تمام رو از خواهرتون،
به علاوه آدرس و شماره تلفن تمام کسایی که با ایشون در ارتباط بودن. ضمناً کارت شناسایی و شناسنامه شما هم لازم داره. شناسنامه من دیگه واسه چی؟ بالاخره اونو باید بدونن که شما برادرشین دیگه. بله. گفته بودم دیگه این برا پیدات نشه. من مهریه میخواستم، اومدی دادی. قرار بعدیمون دیگه تو محضر بود. الان چی میخوای اینجا؟ بابا حرف بزن. حرف بزنم. من حرفی ندارم با تو بزنم. اصلا نمیشناسمت. باشه. گیسو رو چی؟ گیسو رو میشناسی؟ میشه بپرسم چرا تا اسم گیسو رو آوردم سکوت کردی؟ خب حالا چی شده مگه؟ میخواستم ببینم چی میخوای بگی. بعد کردم خونم رات دادم. من دست در نکنم. که دست در نکنم. میاد کادوی دومی سالگرد ازدواجم. یارم خیلی دوستش داشت. منم دوستش دارم خیلی. ساعت من دست تو چیکار میکنه؟ چی شد؟ وسیله شخصی میگم دست تو چیکار میکنه؟ گمش نکرده بودی؟ فکر کن جاش گذاشته بودی. آره جا گذاشته. کجا جا گذاشته بودی؟ خب هم فکر کنیم. کجا جا گذاشته بودی؟ خونه گیسو. خونه گیسو جاش گذاشته بودی. تو اونجا چیکار میکردی؟ تو اونجا چیکار میکردی؟ خیانت داری میکنی به من. باز شروع کردی. خیانتی در کار نیست. خودم تعقیبت کردم. دم دفترت اومدم دنبالت، با چشای خودم دیدم رفتی دم خونش، دیدم رفتی بالا. برای من که مهم نیست. رفتم خونش رو اجاره کنم. خونه اجاره کن. خونه تو این شهر قحط بود که رفتی خونه اونو بگیری؟ آخه که منو انداختی از خونه بیرون 2000 پول تجیب من نبود. یا پول پیش خونه برمیدادم یا بعد پول میدادم خونه اجاره کنم. از کجا می آوردم؟ اون پول پیش خونمو داد. آها پس پول مهریه من اون 110 میلیون تومنم از اون گرفتی؟ بله از اون گرفتم. قرض کردم. آدم قحط بود نه؟ که از اون زنی که بری پول بگیری؟ باشه. میگم که این صحبت‌ها رو بریم اداره پلیس اونجا بگو چطوره؟ چشم. من میام اداره پلیس میگم ببخشید آقای پلیس من همسرم بهم خیانت کرد اومدم اینجا. نخیر تشریف میاری اداره پلیس میگین که چطوری گیسو رو کشتی. ببینم چی واسه خودت میگی اونجا حرف میزنی؟ تو نمیفهمی گیسو رو کشتی پگا. گیسو مرد. من کسی رو نکشتم. تو رو تعقیب کردم رفتم اونجا دختره داشت چرت و پرت میگفت زیادتر از دهنش حرف زد اعصابم خورد شد با یه گلدون زدم پس سرش. باشه بریم اینا رو اداره پلیس. صبر کن ببینم منو داری میبری اداره پلیس؟ برای که رود زیاده. من اگه میخواستم تو رو ببرم اداره پلیس الان با پلیس اومده بودم اینجا. من مثل تو اهل تلافی کردن نیستم. سویل مطمئنی؟
آره؟ کف زمین پر خون بود پگاه. سوال خب اینطوری که من بدبخت میشم که چیکار کنم حالا؟ همه چی رو جمع کردم. جنازه رو جمع کردم. هرچی نشونه داشتی برداشتم. نگران نباش. فقط منو تو از این ماجرا خبر داری. من باید برم. تو رو قرآن نرو دیگه. تو رو قرآن نرو الان دیگه. به قرآن من دارم سکته میکنم. بفرمایید یونس جان. دست شما درد نکنه. اینو زودتر بخور سرما از تنت بره بیرون. من چند دفعه گفتم وقتی چله زمستون داری میری بیرون همچی درست شال و کلا کن سرما به سرت نخوره. چی خیال میکنی؟ خیال میکنی هنوز جوونه 20 سال پیشی با یه لا پیرن بلند میشی میری بیرون؟ خب معلومه به این حال و روز میافتی دیگه. حالا زودتر بخور تا گرمه. چشم. هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. تو این حالت هم دست از این حرفا بر ندار. بخور جونم. اونم چشم. این چیزا رو میگم که پیش چشم شما عزیز بشه. شما عزیز بی جهت هستی. حالا جوشوندتون رو زودتر بخورین عزیزتر بشین. نکنه میخوای این فرهاد کوهکن رو چیز خور بکنی بانو؟ نکنی میخوای بگی بعد این همه سال من میخوام جام شوکران بدم شما میل کنین؟ بخور بابا این یه جوشونده است دیگه. شوکرانم اگه باشه از دست شما میشه نوشدارو. خب از این تعارفا زیاد کردی. بخور از دهن نیفته. داداش رضا. سلام آقا. میخواستم ببینم از گیسو خبری ندارین؟ این روزا باهاتون در تماس نبوده؟ اون
سهمول ارثشو گرفت و رفت پی زندگیش، پی کارش. دیگه هم بر نمیگرده. نرفته حاج آقا، ناپدید شده. الان چند وقت ازش خبری نیست. این دختر اومدن شهر بود و رفتنش به صلاح. به صلاح تو و سلامت مادر نیست که پیگیر این ماجرا باشی. تمام. الو الو خانم برازنده گفته بوده بیان برای نصب ماهواره، چند بار تماس کردم جواب ندادید. لطفا به من زنگ بزنید. سلام خانم برازنده، هدایتی هستم خانم. چند مرتبه تماس گرفتم جواب ندادین. قرار بود انتهای همین هفته کیلو تحویل بدین خانم. بی زحمت به من از اینکه پیغام منو شنیدین یه تماس بگیرید. گیسو، هیچ معلومه کجایی تو؟ چرا تلفنت خاموشه؟ با من تماس بگیر. باید با حرف بزنم. الو سلام، من رضا شکیبا هستم، برادر گیسو برازنده. شما با منزلشون تماس گرفتین، میخواستم. بله گفتم برادرش. اونش خیلی مهم نیست، هیچ کس نمیدونه. من باید شما رو از نزدیک ببینم، یه حرفایی هست که باید. نترسین، من فقط یه خورده اطلاعات میخوام. گوش کنین آقا، من که به هر ترتیب شما رو پیدا میکنم، پس سختش نکنین. بگین من باید بیام کجا، اینجوری برای هر دومون بهتره. زندگی همش ناز نفس دمی جون جانا قربان اولا حرف باز بگفتم حرف باز بگفتم فرس مره اصفتم جونا یکی داشت میتونی زنگ بزنیم. میبینی که دارم صحبت میکنم. صحبتم که تموم شد میتونی بذاری تو بزنی. برو کنار بذار باید بیار. وای چه ناخونای قشنگی داره این دختر. خدایا چقدر ناخوناش قشنگه. شستتو بده. تکون نخور مامان، تکون نخور. مامان چونه دلم. اگه دایی پیمان عروسی تونه قول میدی برای من و پرنسسی لباس عروس بدوزی تا اینو همشین؟ بله. حالا بده این انداشتم درست بزن مامان. چای سرد شد بیام عوضش کنم. نه بابا داغ هنو خوبه. باورم نمیشه تو میخوای ازدواج کنی. خودم باورم نمیشه. به مامان زنگ زدی؟ برای چی بازم میده؟ برای خواستگاری دیگه مامانم بیاد. لزومی نداره. ناراحت میشه پیمان. بشه. اگه اون موقع که این بلا رو سر ما آورد ما ناراحت نشدیم. الان اون ناراحت بشه طوری نیست. قربونت برم. ما سر این ماجرا 1000 بار حرف زدیم. اون آدم حقش بود بره دنبال زندگیش. ما حقمون رو بریم دنبال زندگیمون طوری نیست که. نمیدونم با شناختی که من از خانواده درستا دارم اگه ما خودمون بریم جواب نست. مامان با همون باشه هم جواب نست. حیوان جان بابای درستا میخواد بپرسه که گذشتتون چی بوده، مادرتون چی کار میکنه. من چی باید بگم من ریحانه رو بچه بودیم انداخته گل مادر بزاریم رفت دنبال زندگیش. اونجوری حتما میگه نه. خواستگاری مامان که نمیخوایم بریم که خواستگاری توه.
بعدم زندگی منو که دیدی. بابت اینکه بزرگتر بالا سرم نبود هنوز دارم سرکوف میشنوم. بذار مامان بیاد اینجوری بهتره. این شوهر علنگش بیاد اونجا من قلم پاشو میشکنم. شوهرش نمیاد. من و رضا و مامان میایم. کجاست این رضا اصلا؟ برای چی داره بیستده؟ نمیدونم از که شرکت دیگه نیست. مامان خوشگل شده. ببینم. بفرمایید. تورج چلویانی. فرزاد فرزین. چطوری مردی که دربند بهت خوش میگذره؟ میگم بلیط فروشی کن تو زندانم یه کنسرت بذار همه اون صدای مخملی تو بشنون. خیلی خندیدم. اتفاقا با مدیر زندان پل زدم تمام مراسم قرار بگیرم دستم تو چشت درات. اینجا هم کلی طرفدار پیدا کردم. زهر نزن بابا. الان برای چی به من زنگ زدی؟ زنگ زدم اون چیزی که میخوای بهت بدم. ببینم تو هنوزم میخوای این دختر هدیه رو پیدا کنی؟ مگه تو میدونی هدیه کجاست؟ لاق اگه نمیدونستم به تو زنگ میزدم. معلومه که میدونم. ردشو میدونم کجاست. باره بابا چرت و پرت نگو. تو اگه میدونستی الان 100 باره به پلیس گفته بودی جاشو. آدم عاقل هر چی تیر داره رو که هدر نمیده که پروفسور. تازه من اگه حرفا رو همه رو بهتون گفته بودم که الان چیزی نداشتم اینجا رو کنم جلوتون. خب الان رو کن ببینم چی داری. دیگه نشد. اول کار من رو راه میندازی بعد. کار تو چطوری راه میفته؟ باید من از این فرزاد فرزین اصلیه بگیریم. بابا یه جوری مدیون منه دیگه. بعد من آمار هدیه رو بهتون میدم. باشه. حتما. برم رضایت بگیرم بعد تو ما رو بپیچونی. ما این چه حرفیه میزنی؟ من نمیشناسی؟ مرده با حرفش. من حرفم یکیه. بابا تو اگه مرد بودی که این کارا رو نمی‌کردی. بابا حرف از مردونگی نزن. بابا کلا بردار. نمیخوام اصلا تو برای من هیچ کاری بکنی. خودم پیداش میکنم. برو گروه تو گم کن. خیلی خوب بابا قطع نکن دیگه. عجب آدمی ها. قول بده. قولم بدی حله. بابا من اینجا حالم بده. میخوام برم بیرون آلبومم مونده رو هوا. جون هر کی دوست داری یه قولم بدی حله. تو اول بگو. والا راستیتش هدیه به من گفته بود که با فرزاد فرزین اصلیه دوست بوده. گفت نامزدمه. حالا به من راست بگه دروغ. نامزدشه. خب اگه نامزدش بوده چرا به پلیس نگفته؟ اینو دیگه باید خود ناکسش بپرسی. ولی من شک ندارم چیزای زیادی ازش میدونه. دختره الان ایرانه میدونی تو؟ نه آمریکاست. جایی نداره بره پاس نداره بابا. یه برادر مریض داره و یه مادر پیر وبالشن. فقط ببین قول دادی. میگم برو گروه تو گم کن. چه پر رو یه چکش به قرآن اینجا بود میزدم. بفرمایید. سلام. سلام. من با آقای تهرانی قرار داشتم. شما؟ من شکیبا هستم. یه چند لحظه صبر کنیم بهشون اطلاع بدیم. الو آقای تهرانی، آقای شکیبا اومدن. میتونم بیان داخل؟ بله چشم. میتونیم. برادر گیسو. منم دامود تهرانی هم. همسر سابقش. یه 7 ماهی میشه که از هم جدا شدیم. در مورد شما چیزی نگفته بود؟ به منم نگفته بود برادر داره. ما تازه هم دیگه رو پیدا کردیم. داستانش مفصله. برای چی میخواستی منو ببینی؟ میخواستم بدونم مردی که زنگ میزنه خونه خواهرام براش پیغام میذاره کیه. خب حالا فهمیدی. آره. ولی نمیفهمم بعد از جدایی چه دلیلی داره دیگه زنگ بزنی. اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره. ولی میخوام دلیلشو بدونم. ما با هم حساب و کتاب داریم. چه حساب کتابی؟ با من یه جوری حرف نزن که انگار داری بازجویی میکنی. آقای دامون، گیسو ناپدید شده. چند روزی ازش خبری نیست. جواب موبایلش هم نمیده. نگران نباش عادت میکنی. یعنی چی؟ یعنی اون همین جوریه. یه دفعه غیبش میزنه، یه دفعه هم پیداش میشه. پولش که تموم بشه دوباره برمیگرده. دفعه اولش ها؟ نمیفهمم چی میگی. درست حرف بزن ببینم چی میگی. گیسو مریضه. یه بیمار 2 قطبی. گاهی وقتا یه زن مهربون و دوست داشتنی و منطقیه. میخوای همه زندگی تو براش بدی. بعضی وقتا هم کلاشو عوضی میشه.
مراقب حرف زدنت باش. من میدونم چی دارم میگم، چون باهاش زندگی کردم. اون داره آبرو شغل منو به فنا میده. میگه شما چی کار میکنه که اون داره شغلتون رو به فنا میده؟ اصلا به گیسو چه ربطی داره؟ تو استارتاپ میدونی چیه؟ شما بگو. من ایده ها رو میگیرم روشون کار میکنم، ازشون حمایت میکنم، اپلیکیشن درست میکنم. نمونهشون کارتای هدیه که پشتته. بله دیدم. گیسو کل اطلاعات شرکت منو سرقت کرده. مهمترین پروژه‌مو فروخته به شرکت رقیب با نصف قیمت. میخوای بگی اون داره تو رو تلکه میکنه؟ داره ازم باج میگیره که باقیشون رو نفروشه. پس اون اتفاقی هم که تو شمال برای گیسو افتاد، اون آدم ربایی کار تو بود. کلی ازم پول گرفت که اطلاعاتو برگردونه. این کارو نکرد. منم چاره دیگه نداشتم. امیدوارم این حرفایی که گفتی راست باشه. از آخرین رابطه‌اش خبر داری؟ کدوم رابطه؟ آخرین باری که رفتم خونش یه نفر اونجا بود، تو دستشویی قایم شده بود. یه مرد چشم رنگی، تحریشم داشت. میگفت دوستمه، ولی رابطه به نظر جدی‌تر از این حرفا بود. نفهمیدی اسمش چی بود؟ نه. منم نگرانشم، چون هنوزم دوستش دارم. خب پشت تلفن بهم گفتی کارت واجبه. بگو میشنوم. آره میخوام بدونم هدیه کجاست. نه دیگه اینجوری ابروهاتو میکنی، یعنی مثلا نمیدونی که نمیشه. یه رابطه بینتون بوده دیگه، خودت هم خوب میدونی. ببینم این اراجیفو کی بهت گفته؟ اراجیف که من نمیدونم چرا قایم میکنی. من از پلیس از چی میترسی واقعا؟ من کاری ندارم، من دنبال هدیه میگردم. ببین آقای عزیز، اونی که این قصه رو واسه شما بافته فقط قصدش خراب کردن من بود. اگه خود هدیه اینا رو گفته باشه چی؟ خود هدیه اینا رو گفته؟ خود هدیه گفته. آقا من نمیدونم تو از چی میترسی؟ آقا جون من خودم پر از روابط غیر قابل توضیحم، ولی دیگه توی یه مواقع دیگه تو مرد دارم، من حرفستم چیه بگو، طوری نمیشه که. خیلی خوب میگم. هدیه از اون طرفدارای دو آتیشه من بود. مثلا اون دخترای تینیج 17-18 ساله‌ای که عاشق فلان بازیگر و فلان خواننده میشن. بعضی وقتا انقدر درگیر این ارتباط میشن که حاضرن سه طرف خودکشی هم بکنن. هدیه از همین آدم بود. میگفت وضع مالی خوبی ندارن خانواده‌اش، ولی همیشه ردیف اول کنسرتای من میشست با یه دسته گل بزرگ. هر آهنگی هم میخوندم چه شاد چه غمگین گریه میکرد. بهم ایمیل میزد، تلفن‌های وقت و بی وقت، هی SMS میزد. یه دفعه باش قرار گذاشتم بیرون ببینمش. میخواستم کار کنم ازم متنفر بشه. متنفر که نشد هیچی، بدتر عاشقم شد. خلاصه مجبور شدم ازش شکایت کنم. دفعه آخر که دیدمش اشک تو چشاش جمع شده بود. فکر میکرد که مرد رویاهاش تو زرد از آب در اومده. دیگه خبری ازش نداشتم تا همین ماجرای کلیپ و فرض و فرزانه قلابی. این داستان مال چند سال پیشه؟ نزدیک 2 سال پیش. آدرسشو بده دیگه. ببین من به هیچ عنوان دوست ندارم وارد حاشیه بشم. نمیخوام سوژه خبرگزاری‌ها بشم. اگرم حرفی تو کلانتری نزدم فقط به خاطر اینکه دلم واسش میسوخت. این حرفا رو هم به شما زدم فقط به خاطر اینکه بدونی من باهاش هیچ رابطه‌ای نداشتم. آقا جان من هیچ حرفی نمیبرم بیرون. اصلا اینجا چی صحبتی نشد. چطور دیدی نیدی؟ من فقط آدرس اینو میخوام. بده دیگه.
الو چطوری؟ الو چیه پیمان بگو؟ چی طرز حرف زدنه؟ چیه پیمان بگو؟ کدوم برای؟ تو خیابون چی شده؟ چی با من آمار این دختر هدیه رو در آوردن. یه قرار بزنیم ببینیم چیکار باید بکنیم. تو الان کجایی؟ دارم میرم سمت خونه. سهیل کجاست؟ کجا باید باشه؟ خونه زندگی داره مگه؟ آویزون خونه من. خیلی خوب. تو برو خونه، منم الان میام اونجا ببینم چیکار باید بکنیم. تو خدا دستکاری بیایی یا همه چی هست. خداحافظ. میشه اینقدر اصرار نکنی؟ بهت که گفتم این کار غیر ممکنه. نمیدونم، شاید زنده باشه، شاید نمیدونم هنوز نمرده باشه. میخوام خودم ببینم، میخوام مطمئن بشم. از چی مطمئن بشی؟ بهت میگم طرف مرده، کلی خون ازش رفته. پگاه وقتی داشتم دفنش میکنم بدنش یخ زده بود. نمیخواستم اینطوری بشه، خودت هم میدونی. من خدا نمیخواستم اینطوری بشه. خیلی خوب، اینا رو 100 بار گفتی. الان پای تلفن چون این حرفا نیستا. به سر قطع کنی. من به تو رو میکشتم. من لعنتی و تو رو میکشتم. تو عوضی این بلا رو سر من آوردی. کثافت هر چی شده به خاطر توه. دهنتو ببند. تو احمق رفتی سراغ اون بدبخت سر یه سوء تفاهم. اون که کاری نکرده بود زدی کشتیش. بس دیگه، من دارم دق میکنم. تو کثافت نگاه داری چی میگی به من؟ باشه، پیمان اومد و برم الان بهت زنگ میزنم. رضا سلام. پیمان کجاست؟ رفته بیرون، بکنم کار داشته. چطور مگه؟ هیچی، زنگ زد گفت مثل یه ردی از این دختره هدیه پیدا کرده. نیست؟ حتما میاد دیگه، بشین من چای برات بریزم. گیریم که پیداش کردیم. فکر میکنی واسه ما پول میشه؟ این دختره که من دیدم تا قرون آخر سالان خرج کرد. به درک، اصلا مهم نیست. همین که پرونده این شکایت بسته بشه، سند محسن از گرو در بیاد، من راضیم. آقا رضا این همه هزینه کردیم واسه این کلیپ شمال. ببینم از این دختره گیسو خبر داری؟ چی؟ میگم از این دختره گیسو خبری داری؟ من از کجا خبر دارم ازش؟ گم شده. همه جا رو دنبالش گشتم، خبری ازش نیست. به خانواده‌اش زنگ زدی؟ نمیشه. نمیتونم زنگ بزنم. چرا؟ چون خانواده‌اش منم. گیسو خواهر منه. چیه، شوکی شدی؟ منم اول شوکی شدم. اصلا نمیتونستم باور کنم. حدود یه ماهی است که پیداش کردیم. نمیفهم. داستانش مفصله. 30 و چند سال پیش حاجی میره شهرستان مدرسه بسازه، اونجا درگیری رابطه میشه. گیسو حاصل اون رابطه است. این قضیه همینجوری سر به مهر میمونه تا همین چند وقت پیش که مادر گیسو قبل از مرگش این رازو برملا میکنه. اونم میاد ما رو پیدا میکنه. ریحانه میدونه؟ آره ریحانه میدونه. حاجی و ریحانه میدونن. ولی قرار نیست کسی از این ماجرا با خبر بشه. مخصوصا مادرم. اگه الانم بهت گفتم چون بهت اعتماد دارم. فکر کردم شاید بتونی کمکم کنی. چرا مخفی کردی این موضوع از ما؟ تصمیم من نبود، تصمیم حاجی بود. نمیخواست کسی با خبر بشه. به خاطر همینم من گیس رو آورده بودم شرکت که جلو چشمم باشه. کسی ما رضا؟
صبر کن ببینم. تو شمال داستان دزدیده شدن گیسو و پیمان رو میدونستی، داستان کتک خوردنشون هم میدونستی. رضا 100 بار من خواستم به پلیس بگم اینو دزدیدن، واسه چی نذاشتی؟ چرا نذاشتی برام به پلیس بگم؟ چرا الکی شلوغش میکنی سهیل؟ چی شلوغی میکنم؟ اصلا این ماجرا به شما ربطی نداره. ربط نداره. من تمام زندگیمو چیکو بگی زندگیمو میذارم. چرا داد میزنی؟ بگی بشین. 30 تا پیاس زندگی منو میدونی. بگی موضوع بشین. به این مهمی رو من نباید میدونستم. سهیل جان قبول. من خرابش کردی. من اشتباه کردم، به شما نگفتم. الان دارم میگم گیسو خواهرمه، بدونید. میگم چند وقت پیداش نیست. من خودم کلافم. رفتم خونش، چمدونش اون وسط خودش نیست. همه چی به هم ریخته است، همه چی مشکوکه. من اونجا چند لکه خون دیدم. مثل اینکه یه نفر اونجا رو خوش کرده بود سهیل. فکر کنم بلایی سرش اومده. رفتم سراغ پلیس. پلیس مدارک شناسایی من، مدارک شناسایی اونو میخواد. نداشتم. رفتم مخابرات مکالماتشو بگیرم، پرینت مکالماتشو. مدارک میخواستم، قبول نکردن. تو خوبی؟ آره خوبم. من دیگه برم. پیمان اومد بگو یه زنگ به من بزنه. اون تو مخابرات آشنا داره. یه سفارش کنه من برم پرینت مکالمات گیسو رو بگیرم. شاید از توش بتونم شماره‌ای پیدا کنم. باشه؟ سوال من به این منشی گفتم فعلا نیاد. گفتم یه چند روز شرکت رو تعطیل کنیم تا اوضاعمون بهتر بشه. باشه. کسی که سنگ دلش شاید یه روزی مهربون بوده، شکستن اعتمادشو وقتی خیلی جوون بوده. هر اندازه که می جنگه بازم حس میکنه بس نیست، مثل تبعید تنهاییش که منتظره هیچ کس نیست. شاید پلوی برگشت و خودش عمدن خراب کرده، هزار بار با سفید باخته سیاه ها انتخاب کرده. شاید به هر کی دل بسته ازش بدجوری رنجیده، کسی که سنگ دلش شاید گذشتشو نبخشیده.
اگه بیرحم تو حرفاش، اگه مهگیر و مرموزه تو چشماش، شبه تو شب یه جنگل داره میسوزه، بازم فرارش از اینه که معلوم نشه غمگینه. اونقدر بهش دروغ گفتم به عاشقانه بدبینه. شاید پلای برگشتم خودش عمدن خراب کرده، 1000 بار با سفید باخته، سیاه انتخاب کرده. شاید به هرکی دل بسته ازش بدجوری رنجیده، کسی که سنگ دلش شاید گذشته شو نبخشیده.